فرودگاه بین‌المللی دبی یکی از شلوغ‌ترین و مدرن‌ترین فرودگاه‌های جهانه. از این زاویه بسیار باشکوه به نظر میرسه. رمپ این فرودگاه با هواپیماهایی از ایرلاین‌های مختلف جهانی همیشه در حال فعالیته. درست مثل قلب تپنده‌ای که جریان سفر رو در دنیا زنده نگه می‌داره. در اینجا برج مراقبت پرواز با طراحی خاصش نمادی از دقت و هماهنگی در مدیریت ترافیک هواییه. ترمینال‌های بزرگ و مدرن داستانی از پیشرفت و توانایی دبی در تبدیل شدن به هاب جهانی سفر و تجارت رو روایت میکنه. و حالا تیک آف، لحظه‌ای که هواپیما آرام آرام از زمین بلند میشه و نمای شهر دبی از ارتفاع به چشم میاد. شهری که از آسمان مانند نگینی درخشان میدرخشه. از شما میپرسم دبی برای شما چه معنایی داره؟ آیا این شهر را فقط با برج خلیفه و لوکس بودنش میشناسید؟ با این نمای زیبا چیز دیگه هم به شما میگوید؟ از تجربیات خودتون در سفر به دبی برام بنویسید. شاید مقصد بعدی من با کمک نظرات شما انتخاب بشه.